پادشاهی بود خیلی ظالم. فرزنداش از او دیده ظالمتر بودند. پادشاه برای خود 63 دانه مرغ داشت. هر چیزی که پادشاه میگفت مرغا اجرا میکردند. مرغا شبانه روزی در خدمت پادشاه و خانواده پادشاه بودند. یک روز پادشاه خروز میخواهد برای این 63 دانه مرغ. نفر را راهی میکنه که میان خروزها بگرد. یک خروزی خیلی مقامی خاص در مابین مرغها داشته. یک خروزی سخنور و سخنگوی. از همه مهمش یک خروزی که مطیع باشه، یعنی هر چیزی که گفتیم اطاعت بکنه. پیدا کن برای مرغها بیار. نماینده پادشاه میره و جمع خروزها فریاد میکنه که برای پادشاه خروز در کار است تا مرغهای پادشاه در سرشان خوجینی کنه و اونا را نگاهبین کنه. دو نفری که از همه داناتر، از همه موقع خاص در مابین مرغها داشتگی، بین هم صحبت میکنن. یکی به دیگر میگه که شنویدیم پادشاه چی لازم داشته است؟ او دیگری میگه که بله خروز در کارش است، اما ما سنگ و سفال خوراکی نامساعدی بیرونه و این عذاب و مشقت بیرونه از قصر پادشاه و از خوراکی که پادشاه برای مرغا و خروزا میتیه و شرایط خوبی که برای اونها مهیا کرده است بالاتر میدانم. دیگری میگه نه، من میرم به قصر پادشاه، هم در سر مرغها خوجینی میکنم و هم بالاخره صدای ما خروزها به گوش پادشاه میرسه. میره به قصر پادشاه. چون همیشگی سحر پیش از نماز بامداد بالا میشه و فریاد میکنه. فریادش تمام نشیده که نماینده های قصر میده و نزدش میآیند، میگن صدای خروزها را پادشاه دوست نداره، برای همین آواز کمتر پایین تر کن. خروز میگه خب اگر که صدای ما به گوشی پادشاه که نرسه، بالاخره به عائلش میرسه، به فرزنداش میرسه. روز دیگر بلند میشه و صدا بلند میکنه، باز میآیند خاموش میکنه. میگن خاموش باش، آواز کمتر پایین تر بیار، چون که به فرزندهای پادشاه، به عائله پادشاه هم آواز خروزها خوش نیست. همین خیلی آهسته آهسته به جای میرسه که خروز میگه خب اگر به هیچ کسی از اینا لازم نباشه، اگر هیچ کسی اینا اجازه نتن که آواز به گوش اونا برسه، بالاخره صدای ما به همین مرغای گرد اطراف میرسیدگی است. خب چند وقت پیش از نماز بامداد فریاد میکنه، همون قدری که همون مرغا بشنون. از بین چند روز میگذره، مرغا میرن و شکایت میکنن که خروز ما را ناراحت کرده ایستاده است. پس نماینده های پادشاه میآیند، فهماندهی میکنن، میگن تو اصلا دیگه حق نداری آواز تا بلند کنی. نه در جمع مرغا، نه در جمع رئیسا، در یگان محفل تو حق نداری آواز تا بلند کنی. آوازی تو سود. خروز دیگه حیران میمونه که چیکار کنم، دیگه جای برگشت نیست. خب دیگه خروز به آواز چند مدت در قصر پادشاه زندگی میکنه. از بین چند قدر میگذره، مرغا هم از جمع میشوند، نزدیکای پادشاه میروند، از بالای خروز شکایت میکنن. میگن خروزی که اگر فریاد نکنه، خروزی که اگر صدا نداشته باشه، اون مرغ است. پس برای چی این مرغ تاج داره ما تاج نداریم؟ یا برای ما مرغ ها هم تاج بیارین، یا که اون خروز تاج بگیرین. خب بعد میآیند نماینده های پادشاه به خروز میگن که یا تاج نمیگیریم، یا از این مقام و از این منصب باید برای کنار، چون که مرغ ها در بالای تو شکایت کردیستن، از بالای تو شکایت کردیستن.
بالاخره کار به جای میرسه که تاج خروس هم میبرن. خروس به مانند مرغ‌ها در مابین مرغ‌ها سیر گشت میکنه. یک روز پادشاه از خانه بیرون میشود. یک سیر میکنه به طرفی همون منطقه‌ای که برای مرغ‌ها آماده کرده بود. میبینه که تعداد مرغ‌ها 63 نه و 64 است. و کارگراش میگه که هر روزه شما برای ما 63 دانه تخم میارین و حسابات میتونه که 63 دانه مرغ داریم، پس برای چی دقیقه 64 است؟ کارگرای پادشاه میگن که نه شاهم، در میان اینها یک تاش خروس است. پادشاه میگه در کجاست اون خروس؟ میگه در مابین همین مرغا است. تا چبریدگیم از مرغا فرقش نمیکنی. پادشاه میگه برای ما فرق نداره، فردا برای ما 64 دانه تخم میگیره میاره. پادشاه میره به خانهش. نماینده های پادشاه میآیند پیش خروس، میگن تا فردا صبح یا تخم میکنی یا اینکه سرت از تیغ میگذرانی. شب میشوه، خروس ناعلاج میشوه، نمیدونه باید چیکار کنه، راه دیگری نیست. یک نامه می نویسه به همون خروسی که در بیرون بود. می نویسه سلام به دوستم خروس، خلاصه کلام آب و خاک و سنگ و سفال بیرون بهتر است از آب و دان و شرایط خوبی پادشاه و خانه پادشاه. ای کاش همون روز میگفتم که یک روز باشم خروس باشم.